الحمد لله وحده و صلاة و سلام علی نبی بعده. اما بعد، برادران عزیز و خواهران مهربان، امروز در یک موضوع مهم صحبت میکنم. با دقت گوش کنید. اگر چنده که در این موضوعی که بنده صحبت میکنم با شما هم دخل نداشته باشد، به دیگران بسیار دخل دارد. با مجرد که این صحبت را میشنوید، به دیگران هم این را بفرستید تا که این مشکلات، این مسئله که داغی رسیده است در جامعه، کمی هم که باشد مردم ناآگاه از این عمل زشت خودداری کنند. امروز یک خواهر مسلمان یا یک مادر مسلمان، چی در ملک غریبی است، چی در وطن است، چی در هر گوشه کنار دنیا که باشد، با یک مشکلات وقتی که داده می شود، با برادران مسلمان خود مراجعت میکنند که به من کمک کنید، و بعضی اونها خود را نوار کرده و در زیر نوار نامرای همون موبیلی خود را میگذارند که مردم اونها را باور کنند که اینها فند و فریب نمیکنند، بسیار حالت مشکل دارند، یک بیماری وزمین دارند، در یک حالت بد قرار دارند تا که مردم اونها را باور کنند. مع الاسف امروز بعضی برادران نوجوان مردی من و شما، بعضی برادرایی که از الله دور شدگی هستند، با اون نامرای اون مادر، اون خواهر تماس میگیرند و اون را به زنا بعضی هاشون دعوت میکنند و بعضی هاشون اونها را به فند و فریب و اون کار دیره که برای اون مادر آماده کردن، او را به فند و فریب از خود میکنند و اون پلی اون مادر بیچاره که خود در مشکلات گرفتار است، پلی او را به فند و فریب از خود میکنند. ای برادری که صحبت بنده حقیر را میشنوی، فراموش نکن. حالا این که دیر نشده است، به خود بیا کمی تفکر که پیامبر چی میگوید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک روایت صحیح میارد، میگوید معنی حدیث پیامبر چنین است، میگوید تو مؤمن شده نمیتونی، یعنی آن گونه مؤمنی که الله ترا دوست بداره و پیامبر ترا دوست بداره و پیامبر روز قیامت را شفاعت کنه، از اون گونه مؤمن ها شده نمیتونی. در کدام حالت؟ آن چیزی را که برای خدا دوست میداری برای دیگر مسلمان ها دوست نداری. یعنی ای برادر عزیز، آیا تو دوست میداری که چگونه که تو یک خواهر فریب میکنی، یک از خواهرت را همین فریب کنه؟ آیا تو دوست میداری که چگونه که یک دختر تو فریب میکنی، دخترت را یک از فریب کنه؟ ای برادری که تو اون خواهر را به زنا دعوت میکنی، آیا دوست میداری که یک از خواهرت را به زنا هم تماس گرفته دعوت کنه؟ آیا دوست میدارید که یک از دخترت را به زنا دعوت کنه؟ دوست نمیداری. پس برای اون خواهرم، برای اون مادرم این عمل زشت تو دوست ندار. اون از یک حالت بچه خود را نوار کرده است. عزیزان دل، من شما که حالی در حالت مشکلات گرفتار که نشیدیم، اون خواهرها و اون مادرایی که امروز حالت بد در گرفتار می شوند، حالت اونها را من شما حال احساس کردن نمیتونیم تا حالی که خودمون در اون حالت اون قرار نگیریم. به همین خاطر برادرانی که به این عمل زشت دست میزنه، در یک روایت ایرام داریم که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که کما تدین و تدان، هر چی معامله کردی همون معامله را منتظر شو. برادر عزیز، حالا هم دیر نشده است، کمی بشی تفکر کو. اون در اون خواهر را زدی، آب روی اون خواهر را ریزوندی، او را از خواهر خودت منتظر شو.
یا اون دختری را که امروز با فند و فریب مال او را به دست آوردی، از دختر خودت منتظر شو. دنیا چرخی گردان است، ای را فراموش نکن. شاید حالت میشه که الله در همین جوان مردی ترا جان تا میگیره، جهنمرگ میشه میره، لیکن شاید خواهری تو، شاید زنی تو، شاید دختری تو به همین حالت بد گرفتار شود، مثل طور یک نوجوان مرد همین کاری بدی را که تو با او خواهر با او مادر کردی، با دختری تو با خواهری تو کنن این کارا. شاید از این صحبت این بنده حقیر بعضی ها ناراحت هم شه، بعضی ها دشنام هم کنی، لیکن فراموش نکنی که سخن حق اگر چند تلخ هم باشد باید او را شما قبول کنی، با خاطر که امروز دنیا دیگر او قای نمونده است که انسانی با عقل همه را ببیند و باز از پی بدی روان شود. الله متعال یک یک من شما را هدایت به راه راست کند. الله مهربان ما را مسلمان واقعی غمخوار نسبت همدیگر بگرداند. آمین.